شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ای برادران و خواهران اسلامی هم بعضا وقت ما در جریان این زندگی شیرینی عبادت را احساس نمی کنیم. بیشتر از این حتی بعضا وقت ما احساس نمی کنیم که این عبادت است. من مثال الله سبحانه و تعالی گفته است ای کسانی که ایمان آورده اید. الله با این سخنان به مؤمنان خطاب میکند. او بر ما با ندای ایمان خطاب میکند از الله تعالی و پیامبر و کارگزاران و فرماندهان مسلمان خود اطاعت کنید. زمانی که ما سخنان ای کسانی که ایمان آورده اید را میشنویم، این خطاب بر مؤمنان است. این ندا ما را به اطاعت از الله خطاب میکند، چون ما بزرگ میشماریم اطاعت کردن از الله را. دومین، این ما را به اطاعت کردن از پیامبر خطاب میکند، چون ما بزرگ میشماریم اطاعت کردن از پیامبر را. اما در جریان این حیات ما نمیبینیم اطاعت از امیران خویش، از جمله علما، سروران مسلمانی که در دولت‌های مسلمانی هستند که اطاعت آنها این نیز عبادت است. اطاعت از آنها ای برادرانم میان کسانی که در مرتبه پایان‌ترند تقسیم شده است. برای مثال اطاعت از نظارتچی حرکت راه، این اطاعت از صاحب قدرت یعنی امیر است که در نوبت خود اطاعت از الله می باشد. اطاعت از کارگر امنیت برای مثال که تو را امر میکند که در هر خیل جایهای نامعلوم جمع نشوی. سرکشی کردن از اطاعت چنین فرمان سرکشی کردن از اطاعت صاحب قدرت است و اطاعت صاحب قدرت فرمان است از فرمانهای الله. آیا ما واقعا حس میکنیم که این عبادت است؟ آیا کسی حس میکند که وقتی که او به نظارتچی حرکت راه مخالفت میکند و یا به سردختری که از جانب صاحب صلاحیت و قدرت تعیین شده است و یا به دیرکتور مؤسسه تعلیمی که از جانب صاحب قدرت و صلاحیت تعیین شده است و یا به دکان دانشگاه، سرکشی از اطاعت همه اینها این سرکشی کردن از آیت بزرگ قرآن است، ولی با اطاعت کردن از آنها به کار خیر این خود یک عبادت است. برادران، عموما اگر جامعه برای اطاعت از صاحب قدرت و امیر همان محل تربیت نشده باشد، پس چنین جامعه محکوم به زوال، به سر و سامانی و به زندگی ناآرامانه می باشد. برای همین این امر الله اگر آن را تو در حیات خود تطبیق کنی، سراول تو به الله اطاعت میکنی و برای این عملت اجر و پاداش میگیری. دوم، تو حیات با ترتیبانه ای را زندگی میکنی. من خودم و برادرانم را با تمام صمیمیت دعوت میکنم تا این اجر و پاداش را احساس کنیم که اطاعت و یا فرمانبرداری عبادت است. فرمانبرداری از افراد قدرتمند در طاعت الله و در آنچه که برای کشورها سودمند است. از الله طلب آن را دارم که به ما صداقت و صمیمیت عطا کند تا اینکه او برای اجر و پاداش گرفتن از چنین فرموده‌های الهی کمک کند و درود و رحمت الله بر پیامبر ما.